سلام علیکم. اپیزود چهارم نقطه است. اپیزود نوروزیمونه و احتمالا هفته بعد اپیزود نداشته باشیم و دوباره بعد از تعطیلات اپیزود رو از سر میگیریم. این اپیزود یه اپیزود ویژه نوروزیه. نمیدونم چی میشه. ما برخلاف همه نقطه هایی که داشتیم و قرار شد آدم ها رو بیاریم و نقطه های عطف زندگیشون رو بررسی کنیم، امروز با اقتباس از شماره 15 رادیو چهرازی یه مهمون متفاوت داریم. اه، حسین آقا سلام. سلام. خوبی؟ بله. خیلی خوش اومدی. سلام. اه، حسین کار خاصی تو زندگیش نکرده، ولی بزرگترین کاری که تو زندگیش الان داره میکنه اینه که دنیاش با ما خیلی متفاوته و برای همین مهمون ماست. خیلی خلاصه برم تو بحث. حسین یه معرفی از خودت میدی؟ اسمت چیه؟ چند سلام، به سالته؟ نام خدا. حسین نوری هستم. 12 ساله. کلاس ششم. 91 91. ساله. متولد 91. بله. متولد می بود، بله. یزد. بله. بسیار عالی. اه، کلاس ششم میگفتی. بله. غیر از درس خوندن چیکار میکنی؟ بیکار تو خونه هستم. گوشی کارتون. بازی. گوشی بازی. بله. تفریحت گوشیته. بله. فقط درس میخونی و تفریحت گوشیت. بله. گوشی چی کار میکنی؟ بازی میکنم. چه بازی مثلا؟ کالاف. خب. موتور بازی. خب. پابجی. خب. همه جور بازی. باری کردم. تو صفحه مجازی داری؟ بله. چی داری؟ م... روبیکا. خب. ایتا. باری کردم. اینستاگرام نداری؟ نه. تلگرام؟ نه. نه. یوتیوب؟ نه. اینا رو نه. یوتیوبر دارم. یوتیوب یوتیوب. بله. داری؟ تو یوتیوب کیا رو داری؟ هیچ فقط فیلماشو میبینم. فیلم کیا رو میبینی؟ حالا هم مختلف. هم مثلا کیا رو دیدی که مثلا بیشتر دوست داشتی؟ بیشتر مثلا مال فوتباله. فوتبال. فیلم فوتبالی. فوتبال دوست داری؟ بله. یعنی فوتبال بازی میکنی؟ بله. یعنی یکی از تفریحاتت خارج از مدرسه فوتبال بازی کردن؟ بله. و چرا میگی گوشی فقط؟ فوتبال مثلا. هم بازی میکنی؟ بله. تو کوچه یا تو سالن؟ م... تو کوچه قدیما بازی میکردیم. ده همسایه چیزی گفتن سالم بگیریم از این به بعد. همسایه‌ها چیزی گفتن؟ بله. دعواتون کردن؟ بله. سالن گرفتی و رفتی سالن. فوتبال رو دوست داری یا فقط به خاطر اینکه آرام نمیخوای مثلا تو خونه باشی؟ نه، دوست دارم کنم. دوست بله. داری؟ فوتبالیست شدن رو دوست داری یا فقط بله. فوتبال رو دوست داری؟ فوتبالی شدم. فوتبالیست شدن رو بله. دوست داری. باریکلا. پس گفتی فضای مجازی از این چیزایی که الان هست نداری. این دانش آموزی درست خوبه یا بده؟ متوسط. چقدر نه درس میخونی خوبه نه مثلا؟ بد. مثلا نمره که نداری شما نه. داری؟ خب مثلا کارنامه ترم اول چی بوده؟ همش خیلی خوب. همش خیلی خوب بود. بله. دیگه بهتر از این که نداری. بهتر نه دیگه. خب پس درس خوبه دیگه وقتی همش خیلی خوب بوده. روزی چند ساعت درس میخونی مثلا؟ یس. روزی یه ساعت درس دوست دارم. میخونی، یه ساعت دو ساعت و همون هم میشه خیلی خیلی خوب. خوبه. آفرین. باهوشی. بله. بهت میگم باهوشی یا نمیگم؟ من نه خیلی نگفتم. نمیگم. خیلی نمیگم باهوشی. مثلا تو که درس میخونی و تفریح هم داری فوتبال هم بازی میکنی، حالا این سوال تو از ازت پرسیدن که علم بهتره یا ثروت؟ از نظر من ثروت. از نظر تو ثروت بله. بهتره. چرا از نظر تو ثروت بهتره؟ حالا ثروت که داشته باشی میتونی بری بهترین جا تفریح کنی. خب. مثلا اگه مریض شدی میتونی بری بهترین دکتر. ولی مثلا علم که داشته باشی، مثلا اگه مریض شدی پول نداشته باشی، علم داشته باشی، فایده نداره. کلی فایده نداره. خیلی نه. مثلا اگه علم داشته باشی دکتر باشی که دیگه خوبه که بله. نه؟ و چرا میگی ثروت بهتره؟ خب ندارم از ثروت. نظر تو ثروت. بله. بعد بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی که ثروت داشته باشه برات؟ مثلا خیلی نمیخوام مثلا ما فوتبالیست شم برم بگردم کشورها رو. خب نه. پولم داره توش. غیر از فوتبال دیگه هیچی پول نداره به نظره؟ چرا؟ چیکار دکتر مثلا؟ بشی، مهندس بشی. اینا که درس میخواد. بله. نمیخواد درس بخونی کار کنی بعد. نه علاقه ندارم. علاقه به درس نداری. نه.
پس میخوای فوتبالیست بشی در کنارش چون پول داره بله. و فکر میکنی ثروت بهتر از علم. جالب. باریکلا. تا حالا شده حسین بخوای یه کاری بکنی خانوادت نذارن؟ من بگیم چه میدونم همین مثلا فوتبالیست شم مثلا میگم خب اینو که من گفتم تو دیگه نگو. مثلا میگی من میخوام فوتبالیست شم، خانوادت بگن نه نمیذاری فوتبالیست شی. آره شده. این مثلا چیکار می‌خواستی بکنی خانوادت نداشتن؟ مثلا خیلی چیزا بود. بگو مثلا قربونی کتک نخوری بگو. مثلا ترقه درست کنم من برای چهارشنبه چهارشنبه سوری. سوری نذاشتن، گفتن خطر داره. خب بعد چیکار میکنی وقتی نمیذارن این کاری انجام بدی؟ انجام نمیدم، گوش حرف میکنم. و چه حرفش کنی هست؟ بله. دعوا نشده مثلا تا حالا تو خانوادت سر یه کاری که تو می‌خواستی انجام بدی خانوادت نمیذاشتن؟ نه من میگی خیلی گریه نیست. کنی بزنی ببندی؟ نه من نیست. اینجوری نیستی اصلا؟ هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده تو خونتون؟ چرا؟ ولی خیلی کم. ولی مثلا من سر این چی بوده اون؟ من مثلا همین موتور سوار شدم ترقه زدن. چند سالته که میخوای موتور سوار بشی میگی؟ 12. 12 سالته میخواستی موتور سوار بشی نذاشتم و تو گریه کردی بعد تموم شد. آه. بعد کنار اومدی با اینکه موتور سوار نشی ولش کن نمیخوام بله. سوار بشی. مثلا چرا به داداشت نگفتی موتور سوارت کنم اونم نمیذارم سوار شه؟ نه والا پاشو اینا شکسته چرا پا نمیتونه. شکسته؟ دور چرخ بوده، ترمز خاکی کشیده، خورده ربات پاره زمین کرده. روازش بارش. ای بابا. خب شاید تا حالا اینو گفتیم که آقا یه وقتی تو می‌خواستی یه کارایی بکنی خانوادت نذاشتن و بچه حرف گوش کنی بودی دعوام نشده خیلی. تا حالا شده خانوادت ازت بخوان یه کاری انجام بدی ولی تو نخوای؟ بله. چه کاری مثلا؟ همین درست بخون. نه. فقط سر درس خوندن؟ مثلا شده یه جایی بخوام برم بگم تو هم بیا بریم و تو خوشت نیومده از اونجا؟ کجا مثلا؟ مثلا خیلی جا بوده. مثلا یه جاشو بگو. مثلا حوصله نداشتم نرفتم خونه ننم، مادر بزرگم، بله. بابا بزرگم. مرسی که درستش می‌کنی. خب دیگه خیلی جا بوده. مثلا بعد خب گفته مثلا همراه من بیا بریم جای بریم چیزی بسینیم، گفتم نه من نمیام. بعد چی شد؟ دعوا شد یا نه. چی؟ اونا هم خیلی حرف گوش عادی کنن من پس. گفت باشه. پس یعنی نه وقتی که خانوادت از چیزی خواستن و تو گفتی نه و نه وقتی که تو از خانوادت چیزی خواستی و خانوادت گفتن نه دعوایی صورت نگرفته. خیلی خوبه چه بچه خوبی آفرین باریکلا. واسه تفریح چیه پس گفتی فوتبال بله. و گوشی بله. آهنگ آهنگ موسیقی خیلی کم گوش میدم. خیلی کم؟ بله. چی گوش میدی خیلی کم؟ رپ. دیگه؟ آهنگ همین مثل موی هایده خب مستی و هایده و مستی خب همین. رپ رو کی گوش میدی؟ رضا پیش رو، خب تتلو. باریکلا. دیگه چی؟ از این دیگه جدیدی های چی گوش نمیدی؟ چرا؟ یاس یاس که هم جدید نیستی. آه. از این جدیدی ها چرا گوش نمیدی؟ پوری دیگه نمیرم سمتش، هرچی اون وقتا میرفتم. هرچی اون وقتا بود. ولی هرچند دانلود کردم دیگه همین حالا گوش بکنم. یعنی دیگه مثلا آهنگ جدید بیاد دانلود نمیکنی؟ نه. گوش بدی؟ نه خیلی نه. خیلی نه اون کمش چیه؟ متوسط مثلا مثلا دلم آخرین باری که نشست. آهنگ دانلود کردی کی بوده؟ آخرین با یه ماه دو ماه پیش. خب چی دانلود کردی اون یه ماه پیش؟ آهنگ مهم بود. آهنگ مهم نه رپ رو کی دانلود کردی؟ رپ خیلی وقت اصلا دانلود نکردم چون یکی گوشی داشتم سوخت، دوباره یکی دیگه سوخت گوشی یا خریدم. سوزوندی که از بس کار کشیدی ازش؟ من هرچی داشتم به پاک شده یکی دیگه خریدم. یکی دیگه خرید. بله چی توش نیده. یادم رفت گفتم خواننده مورد علاقت کیه اون وقت؟ خواننده مورد علاقت خواننده رپ رو مورد بذار کنار فعلا خواننده مورد علاقت رو بگو. موی. موین. بله. رپر مورد علاقت کیه حالا که گذاشتیم کنار رو بیاری؟ رضا پیش. رضا پیشو. کدوم آهنگش بیشتر دوست داری؟ مثلا فرهاد خسته شد از همه کنده اینا. فرهاد خواست داری؟ چه آهنگه من گوش ندارم من رضا پیشو رو گوش ندیدم. میاریمش صفحه حجر پیدا شد. خیلی خوب حسین آقا رفیق داری؟ بله. چند تا رفیق داری؟ خیلی هست. مثلا یه عدد بگو.
پنجش هست. 50-60 تا رفیق داری. از کجا رفیق شدی باهاشون؟ از وقتی که خونمون جای دیگه ساختیم تو دیاباد. یعنی خونتون که عوض شد بله. با بچه های همسایه مثلا رفیق شدی یا تو مدرسه اینا؟ مثلا همین تو مدرسه با همسیا اونا رفیق داشتن، ما هم باشیشون رفیق شدیم. 50-60 تا گفتی رفیق داری پس. چند تا رفیق صمیمی داری؟ مثلا اینا صمیمی؟ خیلی رفیق هم دیگه. 3 تا. 3 تا رفیق صمیمی داری. اونا چجوری صمیمی شدن؟ که اون 50-60 تا نیستن؟ اونا همکلاسی برادرم بودن بیشتریش. همکلاسی داداشت بودن با تو بله. صمیمی شدن. بله. چرا با تو صمیمی شدن وقتی همکلاسی ولی داداشت بودن؟ یکیشون دوتاشون همسیام بودن. همسیام. دوتاشون همسایتونن. بله. یکیشون فقط رفیق برادرم. رفیق داداشت بوده شده بله. رفیق صمیمی تو. تا قبل از که من سراغ سوال بعدی، چای میخوری بریزم برات؟ بله. اون قبلی ما چای نخورد هر کاری کرد. نمیدونم چرا. خب این کوچولو روز سرد بشه که نسوزی بعد بخوریش. عرضم به حضورتون که سوال بعدی رو بپرسم. گفتی 50-60 تا رفیق داری، 3-4 تا رفیق صمیمی. بله. حاضر بر رفیقات چیکار کنی؟ حالا اگه چیزی خواستن تو وجودم بود میتونم انجام بدم، براشون انجام بدم. مثلا چی؟ حالا بگم پول میخوام خب بدمشون، خب جای مثلا گیر افتادن، مثلا قضیه شده برم. مثلا اگه یه جا دعوا بشه میری مثلا بالاخره رفیقت در بیاری دعوا کنی؟ بله. واقعا میری؟ بله. شده همچین اتفاقی بیفته؟ بله. رفتی دعوا کنی؟ واقعا زدی یا خوردی؟ هم زدیم هم خوردیم. هم زدی هم خوردی. خیلی گنگش بوده. سر چی دعوا شده بود؟ ما رفته بودیم اونجا تو چمنه، اینجا خونه چمن داره، ورزشگاه داره. ما اونجا اومده بودن که چرا اومدید اینجا. مگه سانس نبوده؟ نه سانس دخترم نه اونجا بود، خیلی که ما حال کاری اونا داریم. گفتیم نه ما کار اونا نداریم و دعوا شده من. بعد رفتین زدید هم دیگه. درسته. چند نفر رفتین دعوا؟ ما 6 نفر بودیم، اونا 7-8 نفر. تقریبا برابر بود. تو جمع رفیقات چیکار میکنی؟ مثلا تفریح مثلا با رفیقات جمع میشین چیکار میکنی؟ مثلا حرف میزنی، خب گوشی بازی میکنی، با رفیقات هم میشینی گوشی بازی میکنی. دیگه چی؟ موتور سوار میشیم میریم. رفیقات موتور دارن؟ بله. اوه نگو پر کجا نشأت میگیری اون که میخوای سوار موتور بشی. با موتور سوار میشی میری گوشی بازی میکنی حرف میزنی. دیگه چی؟ خلاف میکنی؟ نه خیلی نه. خیلی نه. یه کوچولو خلاف میکنی. بپرسم ازش چه خلافی میکنه؟ چه خلافی میکنی؟ الان خلاف چیه؟ کسی نفهم. در میشه؟ بله. این در میارم خیالت راحت بشه. این خودمون هست. اینا که پرسیدم بریم یکم شخصی شیم. میخوای چایی بخوری یکم؟ الان سرد داشت. سرد بشه دم میفته دوباره. یه آره امتحان بخوام. بکن. شاید خوب بودن وقت خوردنش بود. تابه سوختی؟ ببخش. بسیم نمکی بخوری یه چیزی. بگید که آره راحت خودمونیم اینجا. یواش عجله نکن خودمونیم. نریزی رو خودت تا اینو حالا اصلا عجله نکن. خب 2 تا دستمال میدی به من عزیزم. حله یه وقت گوشی چیزی دستی اینجا اصلا نشه براش. این گفتی 12 سالته ها؟ بله. حالا دلتنگ شدی حسین؟ بله. دلتنگ کی؟ رفیقات. بله. همون رفیق صمیمیات؟ بله. کجا بودن که تو دلتنگشون شدی؟ میبود بوده به خاطر مادر بزرگش اینا، نمیدونم چرا رفتم مشهد. چند وقت رفتن مشهد که تو دلتنگ شدی؟ یه 2-3 ساله. 2-3 سال رفت دیگه نیومده میبود. چرا میام مثلا عید دوباره بنا بیام ولی مهران زودی خیلی
اون که میره مشهد و دلتنگش میشه. بله. و دلتنگ میشه چی کار میکنی؟ بیست و زنگش میزنم. زنگ میزنی صحبت میکنی. گریه هم کردی به خود دلتنگی؟ نه. انقدر دلتنگ نشدی هنوز. بله. تا حالا کسی خوشت اومده؟ من دختر. دیگه رو نظر بس. نه. اینم در بیارم ببین راحت باش. نه. نیومده؟ خوشت که آره باشه نمیخوام دهنت بذارم. تو میدونی؟ آقا خوشت اومده. خوشت اومده بگو. خوشم اومده ولی خب نه اینکه برم شمارش بسینم. نه اصلا من کاری ندارم که چی کار کردی باید. فقط میخوام خوشت اومده یا نه همین. بله. این مسئله همین. خوشت اومده. با هم دیگه هیچ کار نکردی. نه. آقا گفتی ولی عادی. چقدر خوبه خوشت اومده. بعدم رفتی دنبال کار. چی شد که خوشت اومد ازش؟ چه جوری بود که خوشت اومد؟ چند سالش بود؟ کجا دیدیش؟ خب اینا رو برام تعریف کن. تو خیابون. تو خیابون همینجور رندوم دیدی؟ بله. خب چه جوری بود که خوشت اومد؟ این همه دختر چرا مثلا از اون خوشت اومد؟ مشکل بود. خوشگل بود. خوشگل بود. خوشت اومد بعدم دیگه کاری نکردی. آره رفت اونم رفت. نفهمیدی کیه کجاست چیه؟ هیچ آماری ازش نگرفتی؟ دیگه هم ندیدیش. اصلا من پر الان کنم. آفرین. نرو دنبال برش. بخورم. تو دلت شکسته تا الان؟ کسی دلتو نشکونده؟ خدا رو شکر. خیلی هیچ وقت دلت نشکنه. بخورم. خیلی چیز بدیه. مووان کردن میدونی یعنی چی؟ نه. نمیدونی؟ خدا رو شکر. اینم امیدوارم هیچ وقت نفهمی چیه. بخورم. یه آدم 25 ساله داری اونور اونم نمیدونه چیه. خدا رو شکر که تو هم نمیدونی چیه. واسه فکر و خیال میکنی؟ دغدغه داشته باشی شبا خوابت نداره فکر و خیال داشته باشی ذهن تو شلوغ کنه یه چیزی خیلی کم. چی مثلا؟ خیلی کم که یعنی یکی دو بار حداقل اتفاق افتاده درسته؟ چی مثلا فکرم بوده که مثلا اجازه میدی من چایی بخوام تو جواب میدی؟ بله. بفهم. بگم آره مثلا فکرم بوده که مثلا اتفاقی بیفته برای خانواده. چه اتفاقی مثلا؟ مثلا تو همین جوونی که اصلا بمیره. خدا نکنه من چای دهنم بود ببخش. یعنی شب قبل اینکه بخوابی تو ذهنت یهو این اومد که خدا نکنه مثلا اتفاقی بیفته برای خانواده بعد نداشت بخوابی. اینو داریم تو بزرگسالی بشیم فیک سناریو. بعد چی شد؟ آره تا کجا فکر کردی مثلا بعد تا کجا پیش رفتی تو این فکر؟ ببخشید البته خدای نکرده اینو من فقط اون هیته روانشناسیش میخوام برم جلو. خب من فکر کردی که مثلا خدای نکرده یه اتفاقی بیفته خوابت نبرد. بعد تا کجا پیش رفتی تو اون فکره؟ تهش چی شد که خوابت برد؟ تهش دیگه خیالم راحت چه گفتم نه خدا نکنه دو گفتم اونا بمیرم مثلا جاشون خسته. اگه بمیرن جاشون خیلی خودت خوب کار نکردی آفرین. خیلی خوب جلوی که فکر سناریو داشتی بزنی. دغدغت برای آیندهت چیه مثلا؟ نشده تا حالا فکر کنی مثلا میگم خب میخوام اینو جواب بدی مثلا فکر کنی که من فردا که میخوام برم سالن یه اتفاقی برام بیفته نتونم برم یا در ابعاد بزرگترش نکنه من نتونم فوتبالیست بشم نرسم به آرزوم چه میدونم من فلان کار رو میخوام 10 سال دیگه بکنم نکنه نتونم اون کارو بکنم. نه. آره بگم آره بگو سوال میپرسم من میپرسم جواب بدی. اتفاق چی مثلا چی دغدغت بوده برای آینده؟ خود گفتم نمیتونم این تیم برم و خیلی سخته. این تیم؟ بله تیم یعنی تو خودت فوتبالیست دیدی بعد گفتی که من اگه فوتبالیست هم بشم نمیتونم تو این تیم برم سخته. دیگه چی؟ همین؟ خیلی کم. چقدر فکر میکنی به این مسئله که یه روزی فوتبالیست میشی ایشالله؟ یه بار فکرش کردم. یه بار فکر کردی بهش؟ اذیتت کرد این فکر نه؟ بگم به نظرت آدم بچه باشه بهتره یا بزرگ بشه واسه؟ بچه بچه باشه بهتره؟
نمیخوای بزرگی؟ چجوری میخوای فوتبالیست چی؟ همین تو بچگی نه استعداد داشته باشیم. تیم جوانان، تیم عمومی. نه از آمریکا و قیمت دلار و اینا چی میدونی؟ هیچی نمیدونی؟ فقط ایران قیمتاش بالا. آی خدا. یعنی مثلا قیمت دلار رو چک نمی‌کنی؟ بابات نمیاد خونه بگه چرا؟ وای امروز قیمت دلار دوباره رفت بالا. مثلا 80 تومن و 100 تومن و اینا شده. خودت چک می‌کنی یا بابات میاد میگه؟ ها؟ بابا من اصلا پولیای فکر اینا نیستم، فقط فروششون میدم. نه خب باشه. خوششون نمیاد اوکی. اخبار نمیبینه بابا. نه خیلی نه، اون فقط سرشت گوشیه. چقدر خوب. بابات اخبار نمیبینه تو خونه. پس از قیمت دلار و چای تو بخور. من سوال می‌پرسم. از قیمت دلار و آمریکا و فلسطین و خاورمیانه و اینا هیچی نمیدونی. چرا خیلی کم؟ چی میدونی مثلا ازش؟ من فلسطین موشک خورده تیشه کلا نابود شده باشه لبنان. خب دیگه چی؟ همینه همین دیگه میدونی؟ هیچ. خاورمیانه میدونی کجاست؟ خاورمیانه نمیدونی کجاست؟ ایرانه. خیلی خوبه واقعا خاورمیانه نمیدونی کجاست. قرآن. اون دلت میخواد بزرگ شی یا نمیخواد؟ نه دلت نمیخواد. فکرم پرسیدم نه؟ آره پرسیدم و چون بعد از همون سوال خیلی حرف زدی. نه خیلی لطف کردی اومدی. من دو تا سوال دارم که از همه مهمونا میپرسم از تو هم میپرسم. خب و خودت جواب بده. نگو جواب ندارم براش. یه آدم میوردم 27 سالش بود. سوالش پرسیدم گفت جواب ندارم. بعد 27 سال سه. 12 سالت خواهشن یه حرفی داشته باش برام. یه چیز در بیاد توش. اولا که تجربات از حضور تو این نقطه چی بوده؟ که حس داشتی اومدی اینجا خوب بود بد بود چجوری بود؟ خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. بله. اذیت نشدی؟ نه چی شد که اومدی؟ اولین باری که بهت گفتن چی گفتم بهت؟ که حسین آمده که میخوایم ببریم خب استادیوم خب از سوال بپرسی. بعد چی گفتی؟ رفیقام میخواد از سوال بپرسی. بعد خودت چی گفتی؟ من استرس گرفتم. استرس گرفتی؟ بله. نمیخواستی بیا یعنی؟ چرا؟ میخواستی بیا ولی مثلا استرس هم داشتی. خوب بود حالا اومدی؟ پشیمون بله نیستی؟ اگه بگم دوباره بیای میای؟ بله خوب بود بعد خوش گذشته. بله حسین 12 سالته بله خب کلاس ششمی درس میخونی فوتبال بازی میکنی آهنگ گوش میدی رپ گوش میدی همه این کارهایی که میکنی خب خوشت اومده از یکی همه اینا رو خب یه نقطه بذار ته این 12 سالت برای من یه جمله بگو بهم یه درسی بهم بده یه پندی بذار به یادگار از خودت یه جمله سوسماسی بگو بریم خلاصه بخوام بگم این میشه یا بلفظ ببخشید الان بگو آره خیلی هستن که همه چیز دارن جز لیاقت. خیلی هستن که همه چیز دارن جز لیاقت یعنی تو 12 سال زندگی به این رسیدی؟ همین با یکی دیگه جان برید به کسایی بگردید که دارای پدر بزرگیش نکرده تربیت مادر بزرگیش. اینو کجا دیدی؟ آفرین آفرین کجا دیدی اینا رو؟ بیوگرافی؟ باشه از بیوگرافی بیا بیرون یه لحظه حسین خب واقعا جمله خوبی بود آفرین ولی نمیخوام از جایی که برداشتی مثلا بگی یه چیزی که خودت 12 سال زندگیت یاد گرفتی رو به من یاد بده جمله‌های بیوگرافی رو نگو یه تجربه‌ای که داشتی تو زندگی ببین من 25 سالمه مثلا به یه آدم به 30 ساله مثلا بگه یه چیزی بهم بگو من مثلا یه درسی از این 25 سال زندگیم بهش میگم شاید تو زندگی اون نبوده 12 سالته یه چیزی من هیچ وقت کاراتو شکست نخور الان امید داشته باش امید داشته باش تو 12 سالگی اینو میگی خیلی ممنونم مرسی که اومدی خیلی حال داد باهات جدی میگم بازم دعوتت میکنم بیا حتما همینجوری هم بیا پیشمون مثلا نباید که دوربین باشه و تبس باشه باش مرسی یه دست بدیم قطع کنیم خیلی خوشم اومد درست کردی